آیا بالای گور درخت میوه‌دار شیناندن ممکن است یا نه؟ یعنی بالای گورهایی که از ما و شما هستند، بالای آنها میوه، یعنی درخت میوه‌دار شیناندن پرسیدن. یعنی عزیزان ما و شما به این خاطر بالای گورستان در درخت‌های میوه‌دار اجازت نمیدهند که در گورستان خوردن میوه یا خوردنی مکروه است. خب برادرایی که از شرکت شفا فرما دو روزه کسب میکنیم، مرحمت، این بروی هستن که تاجیکستان شو باید امروز روی کنیم. روغن کوثر، امپلوس، همچنین امیگا 3، شیتاوید که برای ذوب، ایشان برای ذوب میباشه، روغن دونای انگور، ساخرنی دیابت، مینوکسیدیل برای برآوردن موی سر، ریش، همچنین کارول کوژا و سامینوان برای بزباله شدن، روغن شروک. همین خیلی داروی است که این روزه زکات شدگی تاجیکستان ما هر روزه تاجیکستان بروی میکنیم. طریق سمالیات کدومی میتونه لازمش باشه زکات کنه. شخصانی که خواهش گذاشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند، برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است. با ماشین‌های مخصوص و راننده زن باشد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید، برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. چهارم بوسه مودت نام داشته است. هی قبلة الاخ للاخ او الاخت علی الجبهه. خواهر برادرشه، برادر خواهرشه، فقط حقوق دارن که از پیشانی بوسه کنند. و آخر و قبلة الشهوه، آخرش قبله شهوت، بوسه شهوت است. هی قبلة الرجل لزوجته علی الفم. پنجمش بوسه شهوت نام داشته است، یعنی بوسه کردن شوهر زن یا زن شوهرش از دهانشان اجازت است، فقط برای شوهر و زن. همین 5 نمود بوسه را گوش کردین، از این زیاد کم نکنین دیگر. آن چیزی که این عزیز ما و شما برای ما و شما رخصت دادن همش در زیر حدیث است. حتی در مشکات هم باب بوسه کردن رسول اکرم فاطمه را آمدگی هست و فاطمه پدرش هم بوسه کردگی هست، آمدگی است. بوسه کردن رسول اکرم جعفر طیار برادر حضرت علی را آمدگی است. از این خاطر این دلیل هایی که من برای شما میخوانم همه اینا در زیر حدیث هستند. از این دیگر زیاد و کم نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، درباره آدمانی که امر معروف را گوش کردن میخواهند، اسلام به اینها چی میگوید؟ دوم، وقتی که خداوند آدم را خلق کرد، زبانهایشان را کی و چی خیل جدا کرد؟ و مثل تاجیک و روس و ازبک و انگلیس و غیره. التماس جواب درست دهید. من یکی از مخلصان اشدی شما می باشم. خداوند در سوره روم می تواند آیت 22 و یا نظر کند. خداوند می گوید و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. خدا میگوید که همین پیدا کردن آسمان و زمین من آیاته، این از قدرت من نشان دادن است. این قدرت من است که من آسمان و زمین آفریدم. کسی زمین و آسمان آفریده میتواند یا نه؟ نمیتواند. و از قدرت من است این که من رنگهای شما را دیگرگون کردم. یکی از شما را سیاه کردم، یکی را سفید کردم، یکی را زرد و یکی را سرخ و دیگر نمودها را شما را مبدل گردانیدم. و دیگر از قدرت من این است که من زبانهای شما را دیگرگون کردم تا که برای تمام دانشمندها و برای تمام مردم این قدرت من آشکارا شود، تا که به قدرت من تسلیم شوند که من این
ذات هستم که رنگ هاتان دیگر میکنم، زبان هاتان دیگر میکنم، آسمان و زمین می آفرم، با یک حرف کن تمام دنیا را خلق میکنم، هر چی خواهم پیدا میکنم. یعنی از این خاطر این کی شده است، این کیش خدا خودش میداند. زمانی که آدم آفرید و فرزندهای او را که پیدا کرد، همون زمان دیگر زبانهاشون رو دیگر کرد. در دیگر سوره قرآن هم است: یا ایها الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. خدا میگه یا ایها الناس، ای مردم، من شما را از یک مرد و از یک زن آفریدم، یعنی از بابای آدم و از مام حوا شما را آفریدم و شما را من قبیله قبیله گردانیدم، یعنی هر کدام شما را به هر شهر پرتافتم. برای چی؟ برای چی زبانهاتون دیگرگون کردم؟ برای چی شما را قبیله به قبیله جدا کردم؟ لتعارفوا، تا که با یکدیگر رفت آمد کنید، تا که با یکدیگر خویش و تباری کنید، تا که از یکدیگر عبرت گیرید. من به این خاطر شما را در هر گوشه های دنیا تقسیم کردم. لیکن کی چه خیل شد، این خدا خودش میداند، منم میدانم. آدمانی که امر معروف و گوش کردن نمیخواهند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. چی تشبیه خیلی وزنینی، چی تشبیهی که باور کن در تحلیلش اگر انسان ذره ناموس داشته باشد خیلی غمگین می شود، از حال خودش، از احوال خودش غمگین می شود. خداوند می گوید بدترین جنبنده در روی زمین، یعنی بدترین آن نام انسانی که دارد در روی زمین، کدام انسان از همه بدترین است؟ آن کسانی که کر هستند، آن کسانی که گنگ هستند، آن کسانی که کور هستند. اولئک کالانعام، خدا گفت این گروه، این کوران و کران و گنگان، اینا حیوان هستند. بل هم اضلوا، خدا گفت از حیوان هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون، اینا در غفلت هستند، از حیوان دیده پستر هستند. او حضرت سعدی را خدا رحمت کنه میگه مسکین خر اگرچه بی تمیز است، گربار همه برات عزیز است. همین مسکین خر اگرچه خر است، اگرچه یک حیوان خیلی گویم آوازی ناخوب دارد، لیکن مادام خدمتی در مردم که میکند و شرف دارد و قدر دارد. اگر قدر نمیداشت امروز 200 سامان و 300 سامان ارخش نبود. هم قدر دارد میگن. لیکن انسانی که از امر معروف میگریزد، خدا میگه از همون حیوان هم دیده قدرش پستر است. کیا؟ گنگها کی است؟ کسانی هستند که امروز حقیقت به مردم نمیرسانند، حقیقت نمیگویند، گنگ هستند. شاید میگه اگر حقیقت گویم به ضرر من حل شود، یا شاید حقیقت گویم اگر ممکن که از مسجد مرا از کار گیرند، شاید اگر حقیقت گویم شاید اگر فشار بالای من آید، گفته هر سبب ها را کردن میگیرند. خدا میگه این بدترین انسان است کسی که حقیقت به مردم نمیرساند. قول الحق و این کان مرا، حبیبی خدا میگوید حق تلخ است، اگرچه حق به ضرری تو هم که حل شود و مردم مسلمان حقیقت برسانی تا که آگاه شود. دوم گروهی که بدبخترین هستند، این مقصد من این کرها و گنگها و کرای مادرزاد نیست، اینایی که به بیماری همین به بیماری مبتلا شدند، بلکه گنگ آن کسی است که زبان دارد و حقیقت نمیگوید. دوم کوران آن کسانی هستند که حقیقت را نمیبینند، حقیقت نمیبینند. کران آن کسانی هستند که شنیدن امر معروف نمیخواهند، نمیخواهند که امر معروف باشد. حالان که خدا رحمت کند
صوفی علیه را میگوید بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عمل در نزد پروردگار از حساب اجر کی دارد؟ کسی دارد که امر معروف و نهی منکر بکند. حتی حبیب خدا میگوید مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر ربه مثل الحی والمیت. آدم مرده را از زنده گو من جدا کنم برای شما. این دو آدم زنده را راست کردن، گفتن امینا میدانین کدامش مردگی هست و کدامش زنده هست. گفتن کدامش مرده هست کدامش زنده است، حالان که هر دوش بالای پا ایستادگی است. آخر اینا هر دوش حرکت دارن، زنده هستن. که پیغمبر گفت آن کسی که یاد خدا میکند، آن کسی که این گونه مجلس ها را دوست می‌دارد وای زنده هست. آن کسی که از یاد خدا دور است، آن کسی که از این مجلس ها نفرت دارد وای در حکم مرده ها هست. خداوند در قرآن میگه ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خدا سفارش میدهد باید که در هر یک دهه، باید در هر یک شهر، باید در هر یک کوچه مبلغا باشند، دعوتگرها باشند، امر معروف نهی منکرها میکردگی ها باشند. باید باشد میگه خداوند. حتی که همین فضلی که خدا شما را داده است، و چی خاطر دادتان؟ و چی خاطر شما را بهترین امتی روی دنیا خواند؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما ای امت آخر زمان، ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، شما بهترین امت هستید. به خاطر چی؟ به خاطر که شما در مجلس هاتان امر معروف و نهی منکر دارید. به این خاطر شما بهترین امت هستید. لیکن صد افسوس که امروز سخن حضرت حذیفه ابن یمان یاد محمد صحابه پیغمبر و حضرت گفتن یأتی علی الناس زمان، زود است که یک زمان می آید که لأن تكون فيهم جيفة حمار احب الیه من مؤمن یأمروهم و ینهاهم. زمان می آید گفت حضرت حذیفه که برای این مردم قد بیهوده گفتن است، صحبت اونها برای اینها خوش می آید از شنیدن سخن خدا و پیغمبر. امروز همون معرکه ها در ما و شما هستند که این گونه معرکه ده ندارند، جلب ندارند، خواهش ندارند، بلکه نفرت دارند. خدا رحمت کند حضرت سعد با دانایان دم ارض جهانی، به آدم دانا یک دم یک لحظه نشستن میگوید، این میگوید قدر جهان دارد. به دانایان دم ارض جهانی نیرزد صد سری نادان بنانی. کسی میخواهد، کسی دوست میدارد این معرکه ها را خوش به حال شد، حتی که دوزخی و بهشتی را باور کنه از همین معرکه ها یافتن ممکن است. حضرت جلونی را خدا رحمت کنه در معدن حالش میگه کسی پرسید از سلطان ابرار این دوزخی را از بهشتی از حساب همین معرکه جدا کردن، معرکه امر معروف. کسی پرسید از سلطان ابرار شدم در مانده یک امر دشوار، ندانم من سعیدم یا که بدبخت، بهشتیم و یا در عقبه سخت. ای پیغمبر خدا، من نیکبخت هستم یا بدبخت؟ من بهشتی هستم یا دوزخی؟ ای حبیبی خدا برای من خبر ده. پیغمبر خدا چی گفت؟ بگفت حضرت معالایی به هر دیگ، دلی خود عرضه کن در صحبتی نیک. اگر مائل شود دل نیکبختی، بکش سوی عزیزان زود رختی. حضرت گفتن برای آن که تو بفهمی که دوزخی هستی یا بهشتی، برای آن که تو بفهمی که تو نیکبخت هستی یا بدبخت، در یک معرکه امر معروف رفتن نشین. اگر دلی تو در اونجا نرم شد، اگر خواهشی تو باز زیادتر شد، اگر تو به ساعت تیز تیز نگاه نکردی که تیزتر همین معرکه بود شود، بلکه در دلت گذرانیدی که شاید 2 ساعت باشد، شاید 3 ساعت باشد، اگر این چنین لحظه ها در دل تو که پیدا شد،
حضرت گفتن که تو یقین دان که تو نیک بخت هستی، یقین دان که تو بهشتی هستی. در دوامش چی گفتن؟ دلت گر صحبتی نیکان نخواهد، لیکن رفتی و بی طاقت شدی، یا که از این معرکه ها گریزان شدی، دلت گر صحبتی نیکان نخواهد، بدان که دوزخی سوزان بخواهد. حضرت گفتن مادامی که در این خیل معرکه ها که بی طاقت شدی و نفرتت پیدا شد، یقین دان که تو بدبخت بوده ای، یقین دان که تو دوزخی بوده ای. آن کسانی که به بیعت از امت من نیست معنی دار کنید. این بیعت من از این میفهمم که پیغمبر خدا گفتن کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا. قیل یا رسول الله و من یعبا؟ قال من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقد ابا. این برادر سوال کرده است کسی از دنیا به بیعت گذرد، این گویا که قدر ندارد، قیمت ندارد. آیا این چی معنی دارد بیعت؟ من میفهمم که این مقصد برادر چی هست از بیعت، لیکن من برای تو همین حدیث تحلیل میکنم. بیعت انا همین معنی را دارد. پیغمبر گفتن همه امت من وارد جنت میشود مگر کسانی که خواهان جنت نیستند. گفتن کیها هستند که جنت را نمیخواهند؟ گفت آن کسانی که اگر در دنیا به سنت های من قدم زدند اونها جنت را میخواهند. آن کسانی که از سنت های من روی گردانیدند اونها جنت را نمیخواهند. از این خاطر این برادری که بیعت از من سوال کرده است، انا همین است که پیروی سنت های پیغمبر بشو. من احب سنتی فقط احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه. کسی سنتی مرا دوست می‌دارد، پیغمبر گفت وای مرا دوست می‌دارد. کسی مرا دوست داشت وای همراه من در جنت است. انا همین است معنای بیعت. داملای عزیز السلام علیکم. یک حاجی همسایه داریم، دخترهاش کسی خواستگاری نمیکند. خیر قضای الهی همین بوده است. باز چگونه حاجی هست که دخترهای ما را نیز سیاه میکند و خواستگارها را از راه میزند؟ این چگونه همسایه داری هست و این چگونه حاجگی هست؟ شهر دوشنبه التماس مفصل جواب گویید. از همون حاجی پرسیدن در کاروای چه خیلی حاجی باشد. در اصل امروز من وقتی حاجی ها را اگر مبادای سنگ زنم، همون حاجی های را سنگ میزنم که لایقی سنگ زدن دارند. من همه حاجی ها را نمیشنوانم، ولی بسیاری از حاجی های هستند که الحمدلله بهترین حاجی هستند. باید حاجی در بین مردم یک نمونه باشند. نمونه. افسوس که امروز حاجی ها دروغگو هم شدند. امروز حاجی ها عرق نوش هم شدند. امروز حاجی ها در معرکه هاشون عرق هم میدهند. امروز حاجی ها خیانت هم میکنند. امروز حاجی ها چی کارهای نادرستی را انجام میدهند. بسیار این باور کنین یک شرم است، عیب است که اینقدر مکان مقدس رفته زیارت کردن، پس آمده تا جایی که بهبودی در عملهای تو پیدا شود برعکس. شاید همون حدیث پیغمبری خدا باشد که شما حاجی ها را آن زمان فهمین که حجهاشون قبول شد که اگر فعلشون دیگرگون شدگی باشد. اگر تا زمان حج دروغگو بود، رفت آمد راستگو شد، یقین دانین که وای حجش قبول شد. اگر تا زمان حج وای عرق فروش بود، آمد عرق فروشی را پرتاب، یقین دانین که او را حجش قبول شد. یا دیگر خصلت‌های ناخوبی که داشت اونها را ترک کرد، دانین که حج او قبول شد. بسیاری از حاجی‌های ما بعضی کبر هم دارند، بسیار سرکشی ها هم دارند. بسیار از همه اونها خواهش میکنم که حاجی هم که باشین الحمدلله آدم هستین، انسان هستین، خاکسار شوین. حضرت مولوی جنونی را خدا رحمت کند و میگوید ملا شدی و شیخ شدی دانشمند، ملا شدی شیخ شدی دانشمند شدی،
ملا شدی و شیخ شدی دانشمند، بین جمله شدی ولی مسلمان نشدی. همش شدی، ملا شدی، شیخ هم شدی، حاجی هم شدی، صوفی هم شدی، ایشان هم شدی، همش شدی، لیکن مسلمان نشدی. مقصد مسلمان شدن است. بعضی از حاجی ها را گوش کردیم آمدن همون مکانهای مقدس را تنقید میکنن، میگوید همه مسلمانی در ما بوده است. بله، 50% خانت به نماز مسلمانی در تو است. تمام معرکات به عرق میگذرد، مسلمانی در تو است. دخترات همه بی حیا هستند، مسلمانی در تو است. اینا در ما و شما حقوق نداریم. این چگونه همسایگی باشد؟ حبیب خدا میگه ما زال جبرئیل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثوه. هرگاهی که حضرت جبرئیل نزد من می آمد، فقط و فقط برای من در باب همسایه بی نهایت تأکید ها میکرد که با همسایه ها بسیار معامله خوب کن، با همسایه ها بسیار معامله خوب کن. حتی گمان کردم این که وقتی از دنیا گذرم شاید همسایه از همسایه میراث میبردگی باشد. تا این اندازه من نگاه گمان کردم. پیغمبر خدا میگوید والذی لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. قیل من یا رسول الله؟ قسم به الله گفت پیغمبر که ایمان ندارد، قسم به الله که ایمان ندارد، قسم به الله که ایمان ندارد. گفتند ای حبیب خدا این در حق کیست؟ الذی لا یأمن جاره بوائقه. پیغمبر گفت آن کسی که فقط و فقط در آزار همسایه کوشش میکنند. این دو همسایه هستند یا سه همسایه هستند زندگی میکنند، لیکن فقط وظیفه‌ش همین است که به همسایه ضرر میرساند، همسایه را آزار میدهد. پیغمبر خدا گفتن والله لا یؤمن، قسم به الله که وی ایمان ندارد. در همسایه داریمان بسیار باور کنین ما و شما بیگانه شدیم، بی پروا شدیم، غم همسایه دیگر نمیخوریم. حالا که حضرت ابوذر غفاری که یکی از صحابه های نزدیک پیغمبر است، حبیب خدا چی گفتن؟ گفتن یا ابوذر اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. ابوذر گفت وقتی همون عائلت که یک شوربا که پخت، یک خوراک که پخت، فاکثر ماءها، آبش زیادتر کن. گفتن بهر چی؟ تعاهد جیرانک، تا که همسایه ها را از این با نصیب کن، برای خاطر همسایه ها آب شوربا را زیادتر کن. گفت امروز باور کن همون انصاف همسایه داری ما و شما از بین رفته است، فقط ما و شما دشمنی میکنیم. اگر همسایه را بینیم یک خانه نو کرده است، به همین عادی زبان خود ما میگیم تلخ کف میشویم که خانه همسایه من بهبودی پیدا شده است. اگر یک بچه همسایه ما یک وظیفه گیرد، ما و شما دیوانه میشویم. اگر یک سواره نو در خانه همسایه ما آمد و در حال، ما و شما دیگرگون میشیم. در هر بیخ بعد دیگر چیکار میکنیم؟ غیبت سر کردن میگیریم. حالا که ما و شما باید که چیکار کنیم؟ دعا کنیم که خداوند باز باید بیشتر دهد و انصافش دهد که باز ما را یاردم کند، ما را کمک کند. در آزار همسایه باید ما و شما صبر کننده باشیم، حسد نداشته باشیم. یک قصه میکنم به همین موضوع امروزه را انجام میدهم. بار میگه پیغمبر خدا در مسجد نشسته بودند، همین مثل نشستی ما و شما، صحابه در اطرافش. میگه حبیب خدا موعظه کردن، بعد موعظه چیکار کرد؟ گفت الحال یک نفر وارد مسجد میشود که جنت مشتاق اوست. صحابه همه حیرت نمودند این بنده نیکبختی باشد. وقتی می درآید یک مرد سیاه پوسته آمده نماز میخواند، باز برآمده میرود. فردا میشود باز پیغمبر خدا میگوید الحال یک نفر وارد مسجد میشود که جنت مشتاق اوست، میدارد باز همون مرد. روز سوم هم همین تکرار میکند، باز همون مرد میدراید.
یکی از صحابه های پیغمبر میخواهد که عملهای او را از خود کند تا که چی عمل دارد که جنت مشتاق این است. از پس او میرود و خانه او میرسد، میگوید مرا مهمان نمیکنی، من مسافرم. میگوید مهمان میکنم. این مرد میگوید من 3 روز در خانه این مرد که جنت مشتاق اوست مهمان شدم، بغیر همین 5 وقت نمازی با جماعت دیگر هیچ نماز زیادتیش ندیدم. برابر من عبادت میکرد، از من چیز زیاد عبادت نمیکرد. در آخر میگوید روزی 3 شد، گفتم ای مرد خدا، میدانی که پیغمبر چه بشارتی خوبه برای تو داد، ما به این خاطر آمدم تا که عملهای تو را نظر کنم، تو چی عمل داری که مشتاق از جنت برای تو؟ میگوید این آب چشم کرد که جنت مشتاق من است. گفت بله جنت مشتاق توست، این بشارت پیغمبری خداست. گفت من هیچ عمل زیادتی ندارم چگونه ای که تو در 3 روز دیدی، فقط من در دلم حسد ندارم. هر بهبودی هایی که در همسایه هم پیدا می شود، من فقط شکر میکنم که خدا را شکر که این گونه همسایه های بای و این گونه همسایه های خیلی خوب در اطراف من همسایه شدن، در حقشان دعا میکنم. شاید که از همین خصلتی که من حسد ندارم، بدبینی ندارم، شاید خداوند همین خصلتی نیکی مرا پسندش آمده باشد و جنت مشتاق من گردانیدگی باشد. این است برای هر انسانی که همسایه دارد. این مسئله یک بار دیگر در ما هم آمده بود. امروز این کردار بدم پیدا شده است که خواستگارها را باور کن از راه میزنند که دختری فلانی را نگیر. این خیلی عیب است و خیلی گناه کلان است، تهمت است. باور کنین در حق یک برادر مؤمن باید ما و شما در حق همسایه، در حق برادرمان نیکگمان باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله سوالهای خیلی زیاد اینجا نزد من باقی ماند. در آخر همین یک سوال خیلی تعجیلانه است، همین سوال تا جوابش میگیم و بعدا دعا کنیم. السلام علیکم استاد عزیز، آیا بالای گور درخت میوه‌دار شیناندن ممکن است یا نه؟ یعنی بالای گورهایی که از ما و شما هستند، بالای آنها میوه، یعنی درخت میوه‌دار شیناندن پرسیدن. یعنی عزیزان ما و شما به این خاطر بالای گورستان در درخت‌های میوه‌دار اجازت نمیدهند که در گورستان خوردن میوه یا خوردنی مکروه است. به این خاطر بالای گورها در اجازت نمیدهند که درخت‌های میوه‌دار شینانید. لیکن شما فراموش نکنید که وقتی پیغمبر خدا و پیش 2 گور گذاشتن که میگه خیلی عذاب داشتن، وقتی از صاحبان اونها پرسپاس کرد، فهمید و چی سبب اونها امروز در عذاب گرفتارن، میگه یک نوده سوز درخت سبز گرفت، میگه 2 پاره کرد و بالای این گورها خلانید و گفت تا وقتی که این برگها سبز هستند برای این مرده ها تسبیح میگویند. یعنی از این خاطر درخت شیناندن در بالای قبرها خیلی ثواب کلان دارد، فقط اگر توانیم به میوه باشد. امروز الحمدلله در جمهوری ما و شما اگر درخت داشته باشیم، به تلویزیون نظر کنین، حتی رئیس جمهور هم خودشان درخت چینانده ایستاده، حشر رفته ایستاده است. باور کنید به نهایت ثواب کلان است. در گورستان هاتون شینانین. اگر در گورستان ها فقط بالای هم پدر و مادر نه، بلکه دیگر گوره هایی که در همون جا هستند در همون ها برده گرانین. من تعریف نمیکنم، 15 درخت همین 3 روز یا 4 روز پیش بردم و در همین قبرستان با پول خودمان خریدیم. همونجا دادن، هدیه دادن، گفتن گیرید. من گفتم نه، تا پول من نگیرید من نمیگیرم. برده در همون گورستان بالا شیناندیم. چند درخت در این اطراف ها شیناندیم. برای که حبیب خدا چی میگه؟ ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منه بهیمة او انسان او طیر الا کان له صدقه. کدام اگر انسان درخت میشیناند، اگر از میوه او انسان میخورد، یا از میوه او یک حیوان میخورد، یا از میوه او یک پرنده میخورد، الا کان له صدقه، برای او پروردگار صدقه میدهد. یعنی هر میوه او خداوند برای او
همچون صدقه در راه خدا کردگی می نویسد. بسیار خوب می شود که از پس ما و شما اقلا همین یک درخت شیناندگی باقی ماند. بسیار خوب می شود. همتون کوشش کنید. کسی که شرایط دارد امروز برای خانه‌های همسایه هم 5 درخت و 10 درخت رفته خریده دید، این هم صدقه است. وای میشیناند، وای سبز می شود، فردا از او مردم استفاده میبرند، چه از هیزمش چه از میوهش. باور کنید خیلی کاری ثواب است. بسیار کوشش کنید. هم دستگیری رئیس